سلام دوستان، امروز میخوام بهتون یه غذای خوشمزه و اصیل گیلانی یاد بدم به اسم چخردمه. اگه میخواین این غذا رو یاد بگیرید تا آخر این ویدیو با من باشید. خب دوستان، ما برای تهیه این غذا به 4 تا 5 عدد پیاز متوسط احتیاج داریم. کاملا پوستشو میگیریم، از وسط دونیم میکنیم و میریم برای خرد کردن پیاز به صورت نگینی. هرچی پیازتون ریزتر باشه غذا خوشمزه تره. حالا نوبت سرخ کردنش میرسه. یه 5 دقیقه اول تفت بدید، بهش زردچوبه اضافه نکنید. مرغامونم توی یک قابلمه دیگه کنارش با 1 لیتر آب میذاریم بپزه. بعد از 5 دقیقه بهش زردچوبه اضافه کنید، یا به اصطلاح وقتی شیشه‌ای شد پیاز بهش زردچوبه بزنید. زودتر نزنید که پیازتون میسوزه. حالا میریم 3 عدد تخم مرغ میگیریم، متوسط یا بزرگ باشه خوبه. بعد اینا رو هم میزنیم کاملا غلیظ بشه و وقتی پیازامون سرخ شد بهش اضافه میکنیم. میتونید تخم مرغ هم بیشتر بزنید. سر تاوه رو بذارید با شعله کم که تقریبا شبیه کوکو بشه. غذامون هم که در حال آماده شدنه. نمک، فلفل و زردچوبه بهش اضافه میکنیم. وقتی پیازمون آماده شد میتونیم به چند قسمت تقسیمش کنیم. پیازا رو که آماده شد بذارید کنار. حالا 1 قاشق یا 2 قاشق رب به غذا اضافه کنید. کمی آب لیمو که غذا خوش طعم بشه. سر قابلمه رو باید بذارید. ما برای این غذا به 4 عدد گوجه متوسط نیاز داریم. گوجه ها رو میتونید به این صورت چند تکه خرد کنید و به غذا اضافه کنید و بذارید یه 10 دقیقه دیگه به جوشه. غذاتون خوش‌طعم‌تر بشه. بعد از 10 دقیقه میریم پیازا رو بهش اضافه کنیم. به این صورت همه جای غذا این تقریبا کوکوی پیاز رو بذارید. کمی هم فشار بدید که با آبش قاطی بشه. چند دقیقه بعد غذا آماده است. نوش جان. لایک و سابسکرایب یادتون.